برگزاری نشست تواصل تجاری میان افغانستان و ازبکستان و تأکید بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در این نشست تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را برای ثبات اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و تأمین منافع مشترک مهم می‌داند. آقای عزیزی شرایط کنونی منطقه را برای استفاده کشورهای آسیای مرکزی از ظرفیت‌های افغانستان مناسب خوانده است. در چنین شرایطی کشورهای آسیای مرکزی می توانند با استفاده از فرصت‌های موجود حضور مؤثرتر و گسترده‌تر در بازار افغانستان داشته باشند و در این حال از ظرفیت‌های اقتصادی، ترانزیتی و تولیدی افغانستان نیز بهره‌مند گردند. مسئولان هیئت ازبکستان در این نشست گسترش روابط همه‌جانبه با افغانستان را از اولویت‌های این کشور خوانده و از افزایش تعاملات دوجانبه خبر می‌دهند. گسترش روابط همه‌جانبه با افغانستان را از وظایف مهم خود می‌دانیم و باور داریم روابطی که بر بنیاد منافع دو طرف شکل گرفته وارد مرحله جدید خواهد شد. ما به گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان توجه ویژه‌ای داریم و تعاملات دوجانبه ما هر سال افزایش می‌یابد. سکتور خصوصی نیز برگزاری چنین نشست‌های تجاری را برای توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور مهم می‌دانند. نشست‌های B2B امروز می‌تواند زمینه‌های بسیار خوبی برای ایجاد شراکت بین سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان عملی گردد. تاجران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت برای یافتن بازارهای جدید با امضای تفاهمنامه و آغاز پروژه‌های مشترک استفاده نماید. ما از هیچ نوع سعی و تلاش و کوشش و مساعی تحت رهبری وزارت محترمی و تحت رهبری مجموعه قسمت پالیسی یا بخشی یا حوزه اقتصادی و تجارتی امارت اسلامی افغانستان از هیچ نوع کوشش و سعی و زحمتکشی و همکاری دریغ نخواهیم کرد. در همین حال ارگ نیز اعلام کرد که معاون اداری رئیس وزیران و هیئت ازبکستان در دیدار در کابل بر تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط میان کابل و تاشکند تاکید کردند. نموړم در از د خامو موادو د پروسس سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاري چمتووالی څرګند کړ او افغان سوداګرو ته د مالیاتي امتیازاتو او اسانتیاوو ډاډ ورکړ. د کتنې په پای کې محترم مولوي عبدالسلام حنفي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو، ترانزیتي، فرهنګي او ګرځندوی اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. با این حال در نشست تواصل تجاری میان افغانستان و ازبکستان در کابل 13 تفاهمنامه به ارزش بیش از $100 میلیون میان سکتور خصوصی دو کشور به امضا رسیده است.